سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 11 دکامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بار اول یک تاجیک نامزدیش را به پرزیدنت امریکا پیشبری کرده است. آلمان یکی از آنهایی را که ماشین امامعلی رحمان را با تخم زدند به تاجیکستان اخراج کرد. این چه دهشت است! یک ساکن کان بادام مادر سالخورده و بیمارش را با 136 ضرب کارد کشته است. بازداشت یک جوانزن تاجیک در پتربورگ برای عذاب و عقوبت دادن دو کودکش. مرگ مادر با دو دخترش از دود انگشت در محله خوجنبی‌های پایان. و اکنون تفصیلات خبرها. دلشاد برهانوف که 42 سال دارد، آزاده اسفرای تاجیکستان است، خود را به صفت نامزد مستقل به پرزیدنتی امریکا پیشبری کرده است. هرچند انتخابات پرزیدنتی در امریکا ماه نوامبر سال 2024 دایر می شود، ولی از حال داوطلبان زیاد پیشبری خود را سر کردند، از جمله مهاجر تاجیک حقوقدان دلشاد برهانوف طبق شعار برنامه پیش از انتخاباتیش برای آن وارد این کارزار شده است که امریکا را به سوی بازم بهتر تغییر دهد. در برنامه پیش از انتخاباتیش دلشاد برهانوف از بین بردن مونوپولیا و تنظیم نرخ ذخیره‌های طبیعی و گاز را طلب گذاشته، همچنین با مقصد بهتر کردن پشتیبانی مالیوی مردم خواستار 50% بالا بردن سطح حداقل زیست شده است. برهانوف همچنین طرفدار حتمی گردانیدن ورزش برای خوانندگان مکتب‌ها و تبلیغ طرز سالم زندگی در بین جوانان بوده، در این زمان می‌خواهد که تبلیغات همجنسگرایی را در مکتب‌ها قطع کند. او همچنین در حدود خود امریکا نگاه داشتن پایگاه‌های حربی این کشور، از تجارت پاک کردن نظام طبی، ارائه خدمت رسانی‌های با صفت طبی به ساکنان و ارائه کمک به معتادان از جمله طبابت بیپول افراد وابسته شده می باشد. البته شانس ثبت نام شدن دلشاد برهانوف چندان زیاد نیست، پیش از همه به این دلیل که طبق قانون تنها آنهایی که در امریکا به دنیا آمدند می توانند پرزیدنت امریکا شوند. برهانوف در اسفره به دنیا آمده، همگی چند سال پیش مقیم امریکا شده است. اگر یادتان باشد هنگام پیشبری باراک اوباما به پرزیدنتی، مسئله گویا در بیرون از قلمرو امریکا به دنیا آمدن او بحث‌های را برانگیخته بود. پهلوی دیگر این مسئله این است که هرچند هر دفعه به انتخابات پرزیدنتی امریکا ده نفر نامزدی خود را پیشبری میکنند، به طور سنتی مبارزه برای این مقام بین نامزدها از دو حزب اساسی جمهوری‌خواه و دموکرات دایر می شود. پرزیدنت کنونی امریکا جو بایدن از حزب دموکرات است. پرزیدنت قبلی دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواهان نمایندگی میکرد و حالا عزم دارد که دیگر باره با بایدن وارد رقابت شود و به کاخ سفید برگردد. به عقیده دلشاد برهانوف، نظام دو حزبی سیاسی که در سالها باز در امریکا وجود دارد کونه شده است و دیگر آن اندیشه و عقیده‌های گوناگونی را که در کشور وجود دارد انعکاس نمی‌کند. مخالفین نظام دو حزبی بر اینند که در فضای سیاسی حاکم در امریکا منفعت‌های شرکت‌های بزرگ و لوبیست‌ها در مد اول قرار دارد، نه منفعت‌های ساکنان عادی. نام دلشاد برهانوف بار اول وقتی در سرخط خبرها قرار گرفت که ماه سپتامبر سال 2014 در درآمدگاه یکی از آشخانه‌های مکدونالدز در مسکو پایش به یک وام برخورد و او جراحت برداشت. برهانوف شبکه مکدونالدز را به خنک نظری نسبت به بی‌خطری مشتریانش عیب‌دار کرد و همچون تاوان از این شرکت 1 میلیون روبل خواسته بود. دادگاه در سال 2015 در نهایت این بحث را به منفعت برهانوف حل کرد، ولی حجم تاوان را 100 مرتبه کم کرد و مکدونالدز را موظف ساخت که به برهانوف 10,000 روبل تاوان بسپارند. با قرب سال 2015 این حدود $200 بود. خود دلشاد برهانوف آن وقت نقل کرده بود که نماینده مکدونالدز هنوز تا به دادگاه رفتن این ماجرا با او در تماس شده عذر پرسید و همچون جبران به او پیشنهاد کرد که این جنجال را در عوض یک خوراک بیپول حل کند. حرکت اپوزیسیونی فعلا فعالیتش در تاجیکستان ممنوع گروه 24 روز 8 دکامبر سال 2023 با نشر یک اظهارات تصدیق کرد که مقامات آلمان عضو این گروه بلال قربانلیف متخلص به عثمان را که از ماه اکتبر در آلمان برای ویران کردن قانون‌های بود و باش در بازداشت قرار داشت، هنوز روز 24 نوامبر به تاجیکستان اخراج کردند. قربانلیف یکی از آنهایی بود که در پایان ماه سپتامبر
در حمله به تخم به ماشین پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در شهر برلین اشتراک داشت و همسفانش حال از آن در تشویشند که او را در تاجیکستان به صورت ناگزیر به خطر عذاب و شکنجه و حکم طولانی زندان دچار می شود. بلال قربانعلیف بعد از عبدالله شمس‌الدین پسر یکی از سابقه‌داران حزب نیز در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان که در اول سال جاری از آلمان به تاجیکستان اخراج و در تاجیکستان به 7 سال زندان محکوم شد. اینک دومین نفر از مخالفین حکومت تاجیکستان است که مقامات آلمان در سال 2023 به تاجیکستان اخراج کردند. بنا به اظهارات گروه 24 بخش اخراج اداره مهاجرت آلمان در شهر خوف خبر داده است که این نهاد عضو گروه 24 بلال قربانعلیف را که 24 اکتبر سال روان از جانب پلیس شهر زیندورف آلمان برای رعایت نکردن قاعده‌های اقامت در این کشور بازداشت شده بود به تاجیکستان استرداد کردند. وکیل دفاع قربانعلیف خبر داده است که اداره مهاجرت روز 24 نوامبر درباره به تاجیکستان اخراج کردن بلال قربانعلیف قرار قبول کرده است و خود همان روز بخش اخراج این نهاد قربانعلیف را به تاجیکستان اخراج کرده است. به گفته ادوکات قرار اخراج موکلش به او تنها روز 27 نوامبر یعنی پس از 3 روز اخراج او رسیده است. وکیل دفاع قربانعلیف تاکید کرده است که از این عمل به گفته او غیر قانونی اداره مهاجرت به دادگاه شکایت برده به آلمان برگردانیدن و طبق قانونهای آلمان جزا دادن او را تقاضا خواهد کرد. هرچند تجربه تلاش‌های ناکام برای برگردانیدن عبدالله شمس‌الدین نشان می‌دهد که امکانی از تاجیکستان به اروپا پس آوردن برده شده و خیلی ناچیز بوده. تا حال همگی یک استثنای اولین و آخرین داشت و آن هم بازگشت شراف‌الدین گدایف در سال 2019 بود. مقامات تاجیکستان تا کنون رسما درباره اخراج بلال قربانعلیف از آلمان یگان اطلاع رسمی نشر نکردند، ولی در صحیفه‌های ترال‌های حکومت خبری به تاجیکستان اخراج شدن بلال قربانعلیف هنوز روز 6 دکبر نشر شده بود. از جمله پرویز سفروف نام نفر روز 6 دکبر در فیسبوک نوشت که قربانعلیف بلال را که با نام عثمان معروف است مقامات قدرتی تاجیکستان در گرمان دستگیر کرده به جمهوری تاجیکستان بردند. بنا به نتیجه گیری این نفر از این برمی آید که کارمندان حفظ حقوق تاجیکستان خیلی باقوت شده اکنون از دولت‌های اروپایی نیز ما را دستگیر کرده می توانند. چند نفر دیگر از طرفداران حکومت در زیر این مطلب اظهار نظر کردند که اکنون عثمان برای تخم زدن ماشین پرزیدنت و صحنه‌چویش درباره مقامات حفظ حقوق تاجیکستان پورا جواب خواهد داد. یک مرد 32 ساله ساکن کوچه پخت‌آباد جماعت فیروزآباد شهر کنیبادام با اتهام قتل بهرامانه مادر 65 سالش دستگیر شده است. اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت شام دهم دکبر سال 2023 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی ملیس خبر میدید خبر داد که شهریار نورماتوف روز 24 نوامبر مادرش حلیمه جان نورماتوف را در خانه‌اش با 136 ضرب کورد کشته است. در گزارش گفته می شود که مادری که کشته شد از سال 1993 اینک 30 سال باز از بیماری رویی نیز رنج می برد. این زن 3 فرزند داشته است و در خانه همراه پسر خردی شهریار نورماتوف زندگی می کرد. روز 24 نوامبر بین مادر و پسر در حجره خواب پسر مناقشه برخاست که با چنین عاقبت مدهش قتل مادر از دست فرزند انجام یافت. اکبر شریفی این جنایت را خیلی دردناک به قلم داده گفت مادر مشرپر که در سن 65 سزاوار مهربانی و نوازش از جانب فرزندان بود از جانب فرزند نوخلف با یک بیرحمی مخصوص کشته شد. سبب مناقشه مادر و پسر گفته نشده است، ولی در جریان گزارش دیده می شود که شهریار نورماتوف چگونه مفصل جریان حادثه را نقل می کند و چگونه مادرش را کردباران کردن خود را نیز مو به مو نشان می دهد. او می گوید کرد را گرفت و طرف من آمد و زدنی شد. من کرد را از دستش کشیده گرفتم، یک ضربه به رویش زدم، بعد به شکمش زدم، بعد به دستانش زدم، بعد به گردنش زدم، به سرش زدم، غلطیدند و مردند. شهریار نورماتوف بنا به نقل خودش بعد کشتن مادرش سر و لباس خانولود او را عوض کرده به تنش لباس دیگر پوشانده است و به حجره دیگر برده در بسترش خوابانیده است. او همین طور فرش خانولود حجره خواب و کردی را که با آن
به بدن مادرش 136 ضربه زده بود، تازه شسته است تا که ایز جنایت گوشتشنید را پاک کند. شهریار نورماتوف تنها بعد یک روز به خویش و تبار از مرگ نوبهنگام مادرش خبر داده است، ولی طور برادرزاده حلیم جان نورماتوف نقل کرد آنها اول در گردن مرحوم ایز زخم کار را دیده به مرگ طبیعی عمش شبهه کردند. اکبر شریفی گفت تفتیشات فرضیه بیماری روانی داشتن شهریار نورماتوف را نیز توسط انجام تشخیص‌های طبی و روانی تحقیق می‌کنند، ولی او تا کنون در قید بیمارخانه رویی قرار نداشت. به ضد شهریار نورماتوف بر اساس ماده 104 با اتهام آدمکشی با بیرحمی مخصوص پرونده جنایتی گشودند. به او از 15 تا 25 سال زندان یا حبس عمرباد تهدید می‌کند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که شب 7 به 8 دکامبر سال 2023 در محله خوجنبیای پایان نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه 3 عضو یک عائله مادر 42 ساله و 2 دختر او سالهای تولدشان 2002 و 2020 از دود انگشت جان دادند. این یا درباره این حادثه فاجعه بار تفصیلات دیگر نداده است، ولی بنا به اطلاع دریافتی هر سه قربانی این حادثه ناخوش را روز 9 دکامبر به خاک سپاریدند. مادر با 2 دخترش هر سه در خواب از دود انگشت زهرآلود شدند. در عکسی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می شود که جسدهای الکه سر شده مادر را با دخترانش در زیر کرپه ها در حال پیدا کردند که کناری هم خواب بودند. پدر این خانواده در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشته است. از 3 فرزند این خانواده تنها یک دختر دیگر که در خانه شوهرش بود زنده مانده است. هر سال در فصل سرما در تاجیکستان درباره از دود انگشت زهرآلود شدن و به هلاکت رسیدن ساکنان خبرها به دست میرسند. این حادثه ها اساساً در خانه های رخ میدهند که با انگشت گرم کرده میشوند. ماه ینور سال 2023 در نویه کوشانیان ولایت ختلان زن و شوهر جوان شریف بیگ شویف 26 ساله و همسرش عایشه سید قلزاده که 21 سال داشت از دود انگشت در حمام به هلاکت رسیدند. در یک حادثه دیگر در ولایت ختلان در اول سال 2023 پدر با پسر 5 سالش از دود انگشت جان باخته بودند. شب 19 و 20 فوریه سال 2023 در محله تختقل جماعت زمرت در کنار شهر اسفره 3 فرزند خانواده یایو خوجایف و مریم خان خواننده صنف 4، برادرش یایو خوجایف محمد یوسف خواننده صنف 6 لیسه اسفره و دختر 6 ساله آنها قربان زهرآلودشوی از دود انگشت شدند. مادر آنها را که نیز زهرآلود شده بود طبیبان از مرگ نجات دادند. مقامات حفظ حقوق شهر سنت پتربورگ روسیه یک جوانزن 30 ساله از تاجیکستان را که 2 پسر 6 و 8 ساله او با پنجه و انگشتان سوخته به کودکستان آمده بودند بازداشت کرد. بنا به اطلاع پایگاه محلی خبری فانتانکا به ضد این زن بر اساس ماده 116 کودکس جنایتی روسیه با اتهام لطکوب فرزندانش پرونده جنایتی گشوده جوانزن را فعلا بازداشت کرده و در تفقیفگاه محکم کردند. در مدت 3 روز تفتیشات باید به دادگاه جهت به حبس پیشکی گرفتن این زن یا شرطاً آزاد کردنش مراجعت کند. روز 7 دکامبر به پلیس درباره این زن مدیر یک کودکستان واقع در نویه کیروف در سنت پتربورگ عریضه نوشته است. مدیر کودکستان از قبل مربیه خبر داده است که در پنجه و انگشتان 2 کودک آثار سوختار دیده است و این کودکان گفتند که دستان آنها را مادر خودشان در کمفورکه گاز سوزانیده است. پلیس به منزل این زن 30 ساله آمد. کودکان را با ماشین یاری تاجیلی به بیمارخانه بردند. طبیبان در انگشتان آنها آثار سوختار را تشخیص کرده هر دو را در بیمارخانه بستری کردند. این زن گفته است که با مقصد تربیه انگشتان دستان کودکانشان را یک مدت در روی کمفورکه سوزانیده نگاه داشته است. او را روز اول بعد بازپرسی جواب دادند، ولی روز 8 دکامبر در پی باز کردن پرونده جنایتی بازداشتش کردند. بنا به اطلاع دریافتی سامانه فانتانکا این جوانزن تاجیک همراه فرزندانش از سال 2019 در پتربورگ زندگی میکند و ثبت نام قانونی دارد. از سمکش گم شدن یک مقدار پول را فهمیده پسرانش را که یکی 6 و دومیش 8 سال دارند استنتاق کرده است. آنها اعتراف کردند که پول را گرفته بودند ولی بعد گم کردند. معلوم نیست که سخن درباره چند روبل می رود
ولی این زن اون روز کودکانش رو تسمه شب کرده است. روز بعد این زن فهمیده است که کودکانش یک مقدار پولی از سمکه او دزدیده‌اش رو در مغازه خرید کردند و قسم باقی مانده پول رو پسر کلانی او به یک دختر همسنفش داده است. زن تاجیکستانی که در روسیه با عذاب و مشقت زیاد پول کار میکند، از این به خشم اومده دستان کودکانش رو در روی کمفورکه سوزان نگاه داشته است. او در بازپرسی گفته است که میخواست با این کار ادب فرزندانش رو بدهد و آنها بفهمند که دزدی کار خوب نیست. این زن در اولین بازپرسی گناهش رو اعتراف کرد. گفته است که از کار کردهش سخت پشیمان است. او گفته است که نیت بد نداشت، بلکه میخواست فرزندانش رو برای درست هدایت کند تا که آدمانی بد نشوند. ماده 116 کودکس جنایتی روسیه برای لطوکوب یا صادر نمودن حرکت دیگر زوروری که درد جسمانی رسانیدن ولی باعث عاقبت‌های جدی نشدن، همچون جزا از 360 ساعت کارهای حتمی یا کارهای اصلاحی به مدت 1 سال یا محدود کردن آزادی به مدت تا 2 سال یا تا 6 ماه حبس و یا تا 2 سال حکم زندان را مقرر کرده است. در مورد جوانزن تاجیک با در نظر داشتیم 2 فرزند خردسال داشتنش شاید کارتو به حکم زندان نکشد، ولی بازداشت او و شروع پرونده برای یک مدت معین او را از فرزندانش جدا می کند. ریاست کارهای داخلی ولایت ارنبورگ روسیه خبر داد که صبح 11 دکبر سال 2023 در شهرهای واقع در نزدیکی دهه دروژبینویه سالیتسک این ولایت یک اتوبوس با 54 مسافر با شمول یک نابالغ که از مسکو به تاجیکستان سفر داشت به علت ویران شدن در نیم راه درمانده است. با در نظر داشت سردی قارتون صبح امروز و شمال مثل یخ سرد، مسافران رانندگان در یک وضعیت برای سلامتی خطرناک قرار گرفتند. اتوبوس مسافرکشی در کنار راه ایستاده را هنگام دیدبانی کارمندان گبدده یا گایی دیده به صورت بلافاصله آدمان را به قهوه‌خانه نزدیکترین کوچانیدند. گفته می شود در اطلاع پلیس ولایت ارنبورگ کارمندان پلیس و خدمات راه به رانندگان برای درست کردن اتوبوس کمک رسانیدند و اتوبوس بعد چند با مسافرانش به سفر خود ادامه داده است. گفتن است که این شب و روز در ولایت ارنبورگ سردی قهرتون حکم فرماست و حرارت هوا تا 26 درجه سرد می شود. طوری قبلا خبر رسید نجات بخشان از دپارتمنت ولایت‌های فوق‌العاده ولایت اوخموله در شمال قزاقستان شب 9 دکبر سال 2023 در راه استان پتروپاولسک 28 خارجی، 26 شهروند تاجیکستان و 2 شهروند ازبکستان را که اتوبوسشان به علت سردی در نیم راه درمانده بود به یک نقطه گرم در شهر کوکشتیاو کوچانیدند. این شب روز در شمال قزاقستان سرمای قهرتون حکم فرماست. حرارت هوا در همین شهر کوشتیاو روزانه 26-29 درجه سرد، شبانه حرارت هوا تا 36 درجه سرد می شود. دپارتمنت ولایت‌های فوق‌العاده ولایت اوخموله از همه خواسته است که در صورت دچار شدن به یگان حالت ناخوش فوراً با رقم 112 به آنها خبر دهند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 10 دکبر سال 2023 از مصادره قریب 5 میلیون تن مواد پراتکنیکی یا خلپوشک خبر داد. در اطلاع گفته می شود که در نتیجه گذراندن یک قطار شورابینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه شماره مخصوصا زیاد موادهای پراتکنیکی مصادره کرده شد. همچون گمانبر شهروندان نظروف نیکروز سال تولدش 1993، مویدینوف زویر سال تولدش 1993، میریکوف بهرالله سال تولدش 1993، میرزویف بختیار سال تولدش 1993، براتوف عبدالله سال تولدش 1995 و مرادوف اردشیر سال تولدش 1997 دستگیر کرده شدند. خود دستگیر شدگان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به اطلاع میلیس پایتخت ضمن سنجش معین کرده شد که گمان برشونده نظروف نیکروز موادهای پراتکنیکی را از ولایت سوخت به شهر دوشنبه وارد نموده همراه دیگر هممسلکان خود از فروش و پنسوزی آن فایده به دست آوردنی بودند. هنگام کوفتکوف از اتومبیل نامبرده تمغه لکسوس 816 قوطی در حجم 489,600 دانه موادهای پراتکنیکی یا خلپوشک مصادره کرده شد. اینچنین در ادامه کارکردهای اپراتیوی جستجویی شهروند سمدوف امینجان سال تولدش 1999 استقامت کننده ولایت سوخت
نویای باباجان غفوروف دستگیر کرده شد. میلیسیا گفت ضمن سنجش معین کرده شد که نام برده در انبارهای خود موادهای پراتکنیکی نظروف نیکروز را پنهان کرده است که ضمن کوفتکوف دریافت و مصادره کرده شدند. عین زمان وابسته به آلت مذکور مواد ضروری ترتیب داده شده طبق طلبات ماده 199 علاوه 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای معاملات غیر قانونی مواد پراتکنیکی تفتیشات پیشکی ادامه دارد. به دستگیر شدگان بر اساس این بند قانون جریمه به اندازه تا 32,000 سومونی و یا تا 2 سال حکم زندان تهدید میکند. در تاجیکستان از سال 2008 واردات، خرید و فروش و استحصال و پهن نمودن مواد پراتکنیکی و خلپوشکه منع کرده شده است. هر سال در عرفه سال نو میلادی به ویژه در ماه‌های دکامبر مقامات حفظ حقوق تاجیکستان درباره بازداشت 10 نفر با اتهام غیر قانونی وارد کردن و به فروش گذاشتن مواد پراتکنیکی و مصادره 100,000 خلپوشکه خبر می‌دهند. در نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 27 ساله ساکن شهر پنجکند با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه آگوست و اکتبر سال 2023 با مقصد دزدی به خانه استقامتی زن 52 ساله ساکن شهر پنجکند در آمده از آنجا 1,10,000 سومونی، $1,000 امریکایی و یک چند عدد جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه جیهون عریضه مرد 26 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که دام دکامبر سال 2023 تقریبا ساعت‌های 09:30 دقیقه هنگامی در بازار کمونیسم واقع در دهه وحدت نویه مذکور قرار داشتنش شخص نامعلوم با روی پنهانی از جیبش 15,800 سومونی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. در نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 41 ساله ساکن شهر کولاب صادر نموده است. اوید بین حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 27 ساله ساکن شهر پنجکند با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نویه فردوسی عریضه زن 42 ساله ساکن شهر دوشنبه وارد گردیده است که تخمینا ماه مای سال 2023 هنگامی در حدود نویه فردوسی قرار داشتنش زن 27 ساله ساکن نویه رودکی با روی فریب به باوریش در آمده از او 96,000 سومونی گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه‌ترین مبلغش را به پورگی برمیگرداند، اما نامبرده وعده‌اش را اجرا نکرده تا آنها را برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.